از پیرمردی حکیم پرسیدند که از عمری که سپری کرده ای چی چیزی یاد گرفتی؟ او در پاسخ گفت یاد گرفتم که دنیا قرض است و باید دیر یا زود اون را پس بدهیم. یاد گرفتم که مظلوم دیر یا زود حقش را خواهد گرفت. یاد گرفتم که دنیای ما هر لحظه ممکن است که تمام بشود، اما ما غافل هستیم. یاد گرفتم که سخن شیرین، کشاده‌رویی و بخشش سرمایه اصلی ما انسان ها در زندگی است. یاد گرفتم که ثروتمندترین مردم در دنیا کسی است که از سلامتی، امنیت و آرامش بهره مند باشد. یاد گرفتم که کسی که جوری میکارد گندم برداشت نمیکند. یاد گرفتم که عمر تمام می شود اما کار تمام نمی شود. یاد گرفتم که کسی که میخواهد مردم به حرفش گوش بدهند خودش نیز باید به حرف آنان گوش بدهد. یاد گرفتم که مسافرت کردن و همسفره شدن با مردم بهترین معیار و دقیق ترین راه برای محک زدن شخصیت و درون آنان است. یاد گرفتم که کسی که دائم میگوید که من این رو میکنم و اون کار رو میکنم خالی است و هیچ کار انجام داده نمیتواند. یاد گرفتم که کسی که معدنش طلا است همواره طلا باقی میماند بدون تغییر، اما کسی که معدنش آهن است تغییر میکند و زنگ میزند. یاد گرفتم که بساط عمر و زندگیمون رو در دنیا طوری پهن کنیم که در موقع جمع کردنش دست و پایمون رو گم نکنیم. من از تجربه و گفته های بزرگان برایتان اقتباس میارم. صحیفه خرد و دانش را برایتان باز میکنم.